بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زدم راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، ایام به کامتون باشه. ممنونم که اینجا هستید، مقابل تلویزیون یاد خدا تماشا میکنیم. ما توی این برنامه هم خدمت استاد کفیل عزیز هستیم. نخ تسبیح مباحثمون بحث مهدویت هست. انشاءالله که سعادت همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم بگم به استاد عزیزم حاج آقای کفیل. آقا سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمد. سلام علیکم. خوشحالیم از زیارت. و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. به طور طبیعی وقتی نام امام عصر میاد سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، همه افراد براشون یه انس ایجاد میشه و به گونه دلشون میخواد برای آقاشون یه قدمی بردارن. خدا کنه هممون توفیق داشته باشیم، الهی آمین، که هیچ وقت شرمنده اماممون نباشیم و از خدا بخوایم تو پیوند با امام، تو یاری امامم دیر اقدام نکنیم. یعنی عملا تو تاریخ نشون داده شده بعضیا حسینی شدن اما دیر، بعضیا به فکر افتادن اما دیر. گاهی انسان دغدغه داره، علاقه داره، یا مهدی میگه یا صاحب زمان میگه، دوست داره برای فرجم قدمی برداره اما به موقع اقدام نمیکنه. راست میگی. خدا کنه جدی به موقعش اقدام کنیم و تا اون شور و نشاط رو داریم یه قدمی برداریم انشاءالله. تاریخ گویای این موضوع مهم هست، سرشار از عبرت کسانی که به موقع درک نکردن شرایط رو و اون موقعی که باید وسط میدان حضور پیدا میکردن نکردن، بعدها افسوسش رو خوردن و چه فجایعی به بار اومد از بابت عدم حضور به موقع اونها در اون موقعیت. خیلی ممنون از تذکرتون. ما الان از دیروز هفته وحدت رو شروع کردیم. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم ضمن تبریک مجدد به همه خواهران و برادران اهل تسنن و تشیع خودم هفته پربرکت وحدت رو و آرزوی همدلی و همبستگی و اتحاد بیش از پیش همه مسلمان های دنیا، مخصوصا مقابل دشمنانمون دیگه، که دشمنانمون آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. دارین خودتون دشمنی ها و ابراز دشمنی ها و مسلمان کشی ها رو، نسل کشی ها رو میبینیم در کجای زمین داره اتفاق میفته. انشاءالله به برکت اتحاد بیشتر ما دشمنانمون به حقشون، که حقشون به نظرم اینی که ما داریم میبینیم توی غزه و فلسطین، حق دشمنای ما نابودی و هلاکت. انشاءالله هر چه زودتر به حقشون برسن. خب میخوام از این هفته از این کلمه اتحاد وام بگیرم. چقدر اتحاد، همبستگی، همدلی، همراهی، دغدغه دیگران رو داشتن، چقدر این مفاهیم میتونه به ماها کمک بکنه و احیانا کاتالوگیزوری بشه، سرعت بده ما رو به زمان ظهور امام زمان اون نزدیکتر بکنه. آیا اصلا چنین مفهومی داریم یا نه؟ اصل ظهور همینه، اصلا خودشه. آره، یعنی ما تو زیارت عاشورا یه جمله داریم ولی لمن والا. اینو تو زیارت اربعین هم داریم. ولی لمن والا کن، به تعبیر نمیخوام بگیم امام حسین عاشقتم، بگیم عاشق عاشقاتم. دوست دارم هر کی شما رو دوست داره. واژه ولی یعنی نزدیکم، انس دارم، ارتباط دارم، پیوند دارم با هر کی با شما پیوند داره. تو زیارت جامع کبیر هم داریم محب لمن احبکم، یا به تعبیری سلم لمن سالمکم. این شاخص، یعنی ما امام حد وسط ارتباط. ما گاهی ارتباط رو بر اساس خود تعریف میکنیم، این خودگراییه.
یه موقع ارتباط رو بر اساس امام تعریف میکنه. یعنی چه؟ یعنی من عاشق شما، دوستت دارم، میگم چرا؟ یا یک کسی من میگه چرا؟ میگم ایشون یا حسین، میگه محب امام حسین. آدم بچه‌شو بغل میکنه، دوستش داره. یه موقع میگه بچه‌مه، پاره تنمه، عزیزمه، اما یه موقع میگه این محب امیرالمومنین، این محب نبی خاتمه. ببینید اینجا دیگه تو نظام زندگی یک دلی ایجاد میشه. ما گاهی تو نظام زندگی، تو تربیتمون، تو گام هامون همش میگیم امام حسین عاشقتم، 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 عاشقتم. خب همش درست. خب این عشق نشونش چیه؟ نشونه عشقمون چیه؟ الان تو همین پیاده روی اربعین ببینید، خب خیلی ازش نگذشته. ما با ملت عراق واقعا فاصله داشتیم. شاید دورترین ملت تو دنیا از ما ملت کی بودن؟ ملت عراق بودن. به لحاظ مسافتی نه، ولی به لحاظ جنگی که داشتیم 8 سال بالاخره ما هم جنگ داشتیم، فاصله که داشتیم با هم دیگه. اما چرا عاشقانه با هم ارتباط برقرار میکنیم؟ وقتی این موکبدار عراقی به ایرانی میرسه، مثال دارم میزنم، خدمت میکنه، نه اینو بارها دیده و نه خواهد دید، نه سودی براش داره نه ضرری براش داره، هیچی. تو یه رهگذری به تعبیری داری رد میشی، نه برا من کاری انجام دادی، نه توقع دارم برام کاری انجام بدی. چرا دوستت دارم؟ چرا پروانه وار دورت میگردم؟ چون میگی یا حسین، چون ظاهر امام. این امام میاد حد وسط رابطه میشه. این امام میاد عشق بین دو نفر رو ایجاد میکنه. به فرد میگن چرا از فلانی خوشت میاد؟ بنده خداست یا الله میگه. اینجا دیگه ما هیچ کینه‌ای نمیبینیم، هیچ اختلافی نمیبینیم، هیچ حسدی نمیبینیم، هیچ درویی نمیبینیم، هیچ اختلاسی نمیبینیم، هیچ غیبتی، هیچ تهمتی. چرا؟ چون همه یکی شده. قاسمی کارمند اداری چرا وقتی ارباب رجوع وارد میشه، وقتی میگه آقا جون این کارمند ارباب رجوع وارد میشه یا مراجعه کننده، حالا واضح تر بگم، میگه این محبه، این انسانه، این تو مسیر دینه، به همین مقدار ارتباط برقرار میکنه. خیلی جالبه. امام رضا تو مسیر ایران که می اومدن، خب مسیر امام رو 5 ماه آوردن. این مسیر 40 روزه بود. خیلی هم اذیت کردن آقا رو. از شهرهایی هم آوردن که شیعه نشین نباشه. یکی از شیعیان مدتی همراه امام رضا بود. از امام رضا اومد خداحافظی کنه، یه مدتی با آقا بود، گفت حالا دیگه باید برگردم خونه به تعمیری. به امام رضا گفت با یه نصیحت به ما بکنید. واقعا ما بودیم چی میگفتیم؟ الان یه لحظه یک کسی مدتی با من بوده، حالا آمده پیش امام یه نصیحت به من بکنه. امام فرمودن احبب حبیبنا، دوستان ما رو دوست بدار. عجیبه ها، خیلی عجیبه. یعنی شاه کلیدی که امام رضا دارن بهش میگن احبب حبیبنا، میخوان وصل کنن همه رو، وصل کنن. یعنی ارتباطت بر اساس خودت نباشه، ارتباطت بر اساس امام باشه. اصلا زیبایی ظهور همینه. بنا یؤلف الله بین قلوب العباد. امام زمان که میان دا زیباییش اینه، عین مؤلف و شمل صلاح و رضا، همه دلا با هم میشه، الفت برقرار میشه. یه جمله شنیدم از حضرت آقا مال 51 سال پیش، میگن که یکی از تحلیلایی که من دارم راجع به زیارت اربعین که امام حسن عسکری فرمودن که علامت مؤمنه، میفهمن که شیعیان پخش و پلا بودن جاهای مختلف، مثل دانه های تسبیح که از هم جدا بودن. خواستن اونها رو حول یک محوری، یک نخ تسبیح یه جا جمع کنن که اینا از حال همدیگه با خبر به هم بشن، ارتباطات نزدیک بشه، استکاک‌ها بیشتر بشه، تا کم کم اون جامعه، اون امته شکل بگیره. همین فرمایشش. اثرش میدونید چیه؟ زیبا اشاره کردید. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب. امام جمله مال خود حضرته. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. چرا نمیام؟ چرا ظهور رخ نمیده؟ ما میگیم آقا بیا، مولا بیا، یا حجت ابن الحسن عجل الله ظهورک. امام میگن علی اجتماع من القلوب. یا صاحب زمان میگید جمع کران میرید، سهل میرید، حرم میرید، پیاده روی میرید، این دلا هنوز یه دل نشد، این قلوب هنوز جمع نشده. ما در وصف یاران امام زمان داریم قلوبهم مجتمع، قلبا یکیه. اگر روایت بگه دست و جیب هم میکنن، دزدی نمیکنند، سر جیب هم نمیرند،
اما یکیه براشون. صحیفه سجادیه رو وقتی آدم میبینه، دعای 26 امام سجاد علیه السلام وظایف ما نسبت به همسایه رو بیان میکنن، نسبت به دوست رو بیان میکنن. من یه جایی تقریبا 20 وظیفه رو امام دارن بیان میکنن، یکی یکی میگفتم، بعد گفتم یکی شما عمل میکنید. یعنی امام وقتی داره بیان میکنه تو دوستی، تو همسایه‌ای، تو به طور طبیعی تو این آپارتمانی که داری زندگی میکنی یا این کسی که بغل توست، قبل از این که حاجتشو بگه مشکلشو رفع کن. موقعی طرف میگه این کی رخ میده؟ من یه موقعی نمیدونم فرجه هست مثال رو بزنم یا نه. ما یه فاصله باید بگیریم، ولی خب اگه فکر میکنید وقفه ایجاد میشه الان بفرمایید. بگم حالا بفرمایید. من یه موقعی حرم امام رضا به ظاهر گفتم تو رواق امام همجوری که جمع نشسته بودم، گفتم بغل دستیتون رو نگاه کنید. همه برگشتن، یعنی برگشتن هم نمیخواست صورتش رو برگردن، نگاه کردم. گفتم اگه امام زمان بغلتون نشسته بودن چیکار میکردید؟ گفتم خواهرای عزیزی که تو رواق نشستید، اگه صدیقه اطهر بغلتون نشسته بودن چیکار میکرد؟ یه لحظه فکر کنید. اگر الان امام بهتون یه جمله رو میگفتن، با حاجات اخروی امام کار ندارم، نماز، معنویت، دعا، آقا منو برسونی کرمان، من فلان کارو دارم، مثال دارم میزنم، شأن امام خیلی عظیمه، چی کار میکردید؟ چه قدمی برمیداشتید؟ گفتم نزد امام توجه ما به هم دیگه از توجه به امام محبوبتر و مهمتره. دیدم ظاهره کمی بد دارن نگاه میکنن. یه بار دیگه بگین جمله رو. گفتم ما توجهمون به هم دیگه از توجه به امام نزد امام محبوب تره. یعنی این که بغل دست نشسته خواسته ای که داره خواستش رو برآورده کنی یا دل امام به دست آورد، به تعبیر دل امام. بعد دیدم کمی سنگین نگاه میکنن. گفتم ببینید همتون فرزند دارید، شما بیشتر دلتون میخواد بچه هاتون به شما توجه کنن یا با هم رفیق باشند؟ گفتم برای پدر و مادر اوج لذت اینه که این خواهر و برادر با هم چفت باشن. مادر وقتی میره خونه دخترش میبینه بچه با خانواده جورن، میبینه خواهر برادر با هم جورند و کیف میکنه. چه مثال قشنگی. گفتم عملا بعضیتون میگید بچه ها دور ما میچرخن، هوای ما رو دارن، اما همه غمم اینه این داداش با داداش قهره. گفتم وقتی ما با هم رفیق باشیم اون موقع کیف امام زمانه، اون موقع امام لذت میبرن. تو جحفه یا اینجوری بگم، یک کسی اومد پیش امام صادق، امام فرمودند بعضی شیعیان ما رو اذیت میکنند. در اومد به امام گفت که بله آقا، بله شیعیان قدان شما نیستن. امام فرمودن که شو خودتی. آقا من چیکار کردم؟ فرمودن تو جحفه یک کسی دستی بلند کرد سوار اسبش کنی، چرا نکردی؟ مرا اذیت کرد. الله اکبر. امام صادق سلام الله علیه میگن اونو سوار نکردی منو اذیت کردی. یعنی کنه شما تصور کنید یه پدری مثلا لب پنجره ایستاده، تاکسی میاد رد بشه، ماشین میاد رد بشه، همینجور رد میشه، بچهش پایین وایستاده، این همش لب چشم انتظاره کی این فرزند رو سوار میکنه، کی مشکل رو الان حل میکنه، کی این گرفتاری رو رفع میکنه. بعد هر کی توجه کرد این پدر از اون بالا تاقش میکنه، این مادر از اونجا توجه بهش داره. من میخوام بگم امام اینجوریه. بله. و داشتم فکر کردم که امام حسین داره این چیزا رو تو این زندگی چند روزه اربعینی به ما یاد میده انگار. تو این سالهای اخیر میخواد ما رو مهیا کنه برای ظهور فرزندشون انشاءالله. حالا بریم برگردیم باز میشتریم استفاده کنیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کلی روایت داره یادم میاد از کسایی که میادن پیش امام صادق، پیش امام باقر، ما ظهور کنین و نمیدونم ما شیعیان آماده ایم و فلان. میپرسیدن شما اهل این که به هم دیگه سر بزنین، ثروتمندا به فقرا، نمیدونم کسی مریض میشه یادش بیاد، نمیدونم پول میخواد یا آره میگفتن نه. گفتم پس برید حالا کار دارید. یعنی واقعا باید انقدر فراگیر بشه این همدلیه، این مواساته، این دگرخواهیه تا به یه انگار به یه بلوغی برسه، به یه نرمی برسه
تا ما لیاقت پذیرایی از آمادگیشو داریم ها. یعنی فاصله نداریم. انصافا ملت ایران ملت خوبی ان تو. آره به خدا، مثلا تو همین کرونا و تو این ماجراهای سیل و زلزله و خیلی به کمک هم آمادگیشو داریم. کمی باید یه موقع یا از یه موضوعی پرتیم، یه موقع فاصله گرفتیم، یه موقع اهمیت موضوع رو نمیدونیم. عجیبه. مرحوم دیلمی تو ارشاد القلوب این روایت رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، از یکی از این امامان